به یک از ویژه برنامه دیگر ما خوش آمدین. این بار در 45 کیلومتری شهر هرات در منطقه قلعه شربت حضور داریم. آب و هوا اینجا نسبت به شهر خیلی خوبه. دوستا زیاد میاین، نه فقط روزا جمعه میاین؟ اینجا مردم خیلی میان، دوستا به ملک میان. اگر شما پلن در دست ببینیم درخت‌ها به کنار دریا میرم همینجا میشینم. من در مورد همین خونه بعضی از صحبت‌ها شنیده بودم، البته از دوستای دیگه فرصت هم نشد که از اونها معلومات بگم. در مورد این خانه معلومات دارن، میگن یک خانه قدیمیه. کوشش کنم که می قوانین ترافیکی مراعات کنم، چون حادثات به سرک پخته از زمانی که سرک پخته شده حادثات زیاد شده، خیلی حادثه میشه. چه وصیتی دارین برای اینا بکنید؟ بگم تیاری نبکاره و خوشی نه. سلامت باشین کاکا جان. یک جان سپاس. به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و حرمت دارم خدمت تمام مخاطبین کانال یوتیوب زیبایی افغانستان. امیدوارم هر جایی که هستین سلام و تندرست باشین. به یک از ویژه برنامه دیگر ما خوش آمدین. این بار در 45 کیلومتری شهر هرات در منطقه قلعه شربت حضور داریم که در ادامه برنامه دوست داریم که گزارش از مردم این منطقه داشته باشیم از زیبایی‌های منطقه قلعه شربت. در کنار ما باشین. امیدوارم که تا آخر برنامه برای شما خوش بگذره. سپاسگزارم. دوست عزیز سلام، وقت شما بخیر. یک معرفی برای سلامت باشین. خوش آمدین. دکتر محمد موسی اسلمی طاهری از خانمای طاهری، فعلا به لسبلی کروخ قریه شاه عالم طاهری میشید. بسیار خوب جناب دکتر صاحب عزیز، شما لطف کنین برای ما بگین که این منطقه قلعه شربت چند تا مسجد داره، چند تا محله داره؟ منطقه که قریه که به نام قریه قلعه شربت یاد میشه، دو مسجد جامع داره که نماز 5 وقت و نماز عید خوانده میشه، نماز جمعه، و در حدود 7-8 مسجد هم مسجد نماز 5 وقت خوانده میشه. بسیار خوب. دو تا مسجد جامع. بسیار خوب. چند تا مکتب است در این منطقه؟ یک مکتب داریم. یک مکتب داریم. اسم مکتب شاه عالم طاهری. بسیار خوب، شاه عالم طاهری. در مورد نفوس هم معلومات دارین؟ معلومات نفوس منطقه خیلی نفوس داره، یعنی انشالله بالای 2000 خانه منطقه قلعه شربت میشه. امکاناتی که در این منطقه است شامل چه چیزا میشه؟ آیا برق 24 ساعته داره؟ آب داره؟ شهری اومده برق 24 ساعته دیگه. آب سولر سابق که بود از این رود که ما شما دریار که فعلا میبینیم، از این مسیر چه میشه؟ از این مسیر از رود آب میگیرید و مردم از کشاورزی کشاورزکارا استفاده میکردن. فعلا دیگه آب سولر دارن، بسیار به این مشکل کم آبی رو. بسیار خوب. در مورد اون منطقه‌ای که ما در تصویرم دوستان مشاهده میکنن، اون منطقه‌ای که خانه‌های زیادی، در اون مورد منطقه هم برای ما اگر معلومات بدین. اون منطقه کسر منطقه به نام آخوندزاده‌های کروخ. آخوندزاده قوم پشتون. موقعیت که شما ببینیم از رود به اون طرف به نام آخوندزاده‌های کروخ یاد میشه. بسیار خوب. این منطقه قسمت به نام چیه؟ این منطقه به نام قلعه شربت. قلعه شربت. پس اون منطقه جداه نسبت به قلعه شربت. یا اون طرف اونا جداه یا اونا دیگه منطقه و حساب دیگه خیریه بود. تا خیریه اون هم به نام آخوندزاده‌های و اون هم به نام آخوندزاده‌های. بسیار خوب. اون هم آخوندزاده. بله. آب و هوا اینجا نسبت به شهر خیلی خوبه. دوستا زیاد میاین، نه فقط روزا جمعه میاین؟ اینجا مردم خیلی میان، دوستا به ملک میرن. اگر شما پلن در دست ببینیم درخت‌ها به کنار دریا میرم همینجا میشینم. فامیلی میایم، تنها میایم. بعد بسیار آب و هوای سرد داره. بسیار نگاه آب و هوا نسبت به هرات کردی خیلی خوبه، حرف نداره. بعد میوه که این قریه بیشترین میوه حاصله که داره کدام میوه؟ نه بالعموم میوه که خیلی بود، مثلا در سابق زردالو بود، درخت‌ها آلو بود، درخت‌ها توت داره و انگور داره. دیگه حال همی که چند سال خشکسالی شده او کم شده، باغام کم شد. به نسبت باغام یعنی تاکا خوش شد و تا به حدی نسبت به دیگه چری تا به حال جلو ممکن است باغ آلو گلاس به جای ستون که موشانی پشت متر دیگه از آسایی بای چری میوه هم دارن، به حد میوه هم هستن. بسیار خوب. بهترین کشته که محصولی که برای شما حاصل میده تمام مردم از او استفاده میکنن و رضایت دارن، کدوم محصول؟ زیادتر در وقت بعد از بهار همین بانجرومی مردم بیشتر چی دارن کشت میکنن. کشاورزا راضی هم از این کشت. خب یعنی زمینی که ما شما میبینیم این فعلا زمین از بانجرومی کشت کردن، فعلا بانجرومی یعنی زمین کشت میشه. لوبی کشت میکنن بانجرومی، جو گندم و بالاخره همین
بعد به مسیر انتقال از این محصولاتی که کشت میشه شما کدام مشکل خاصی که ندارید؟ نفهمیدم. من همین محصولی که شما بر فرض مثال کشت میکنین به شهر ارسال میکنین مشکلی که ندارین؟ چرا این مشکل فعلا از وقتی که همین بند پاشتان شد و بالاخره بند بسته شد، مسیر سرک راه هرات کروخ حدود 20-25 دقیقه را بود، فعلا به حدود 1 ساعت 1.5 ساعت راه ارتفاع شده. موترداران بعضا و مردم هم بعضا و حساب که مریضی میشه، مشکل میشه، یا این محصولی که اینا به شهر انتقال میدن بسیار بگیر بسیار بگیر مشکلاتی اینا بسیار خوب. انتقال میدن. تقاضای شما از مسئولین چیه در راستای مسیر راه؟ الله اونا نصرت بده که در محیط منطقه با مردم خلق الله کمک کنم، راه رو ببینم. راه هرات بسیار خراب شده، راه هرات کروخ اگرچه که مربوط به کروخ نمیشه، یک سرک بین المللیه، سرک القوی که به قلعه و مصاب برقا و فاریاب و میمنه مزار میره. دیگه همین راه اگه بشه یک روی همین راه سرک کار بشه، به مردم محیط به کشاورزا کمک هم کرده بشه. مردم که شما ببینید زمین رو کار کردم منتظر به آبه، از اینکه آب نبوده فعلا انتظار به آب دارم، آب ندارم. کاریزا اینا مشکل داره، سیل زده کاریزا فعلا همه مشکل خوب. بسیار خوب. در بحث امنیت خدا رو شکر امنیت برقراره فعلا. بسیار خوب. سپاسگزارم از شما جناب دکتر صاحب، معلومات کافی برای ما دادین. خوش آمدید. قربان شما، سلام شما. ببینید نهایت عزیز برنامه ما ادامه داره، باشین در کنار ما که گزارش‌های دیگه هم داریم. خب دوستان عزیز مجددا خوش آمدین. برنامه ما کمکان ادامه داره، امیدوارم تا آخر برنامه در کنار ما باشین. کنار یکی از باشندگان قلعه شربت ولسوالی کروخ هستیم، چند تا سوال از اینا داریم میپرسیم، امیدوارم شما هم در ادامه برنامه کنار ما باشین. سلام جی کاکا، وقت شما بخیر. سلام علیکم، زنده باشید. سلامت باشین، بخیر باشین. یک معرفی خور به ما و دوستا بکنه که شما بشناسن. اسمم محمود فرزند احمدشاه از ولایت هرات ولسوالی کروخ قریه قلعه شربت. بسیار خوب. کاکا جان شما لطف کنین برای ما بگین که فعلا مصروف چه کار هستین؟ مصروف این کشاورزی دیگه. بسیار خوب. کشاورزی بسیار عالی. کار کشاورزی میکنین، کدام محصول حاصل بهتر میده؟ کدام محصول شما کشت میکنین؟ این بانجرمی، لوبی، همین چیزا ما در همین فصل سال یا نه دیگه؟ ولی همین فصل سال. به زمستان چی کشت میکنین؟ زمستان گندم دیگه. گندم. بسیار خوب. بعد ماه بعدی برجای 7 تا 8 اینا چی؟ همین دیگه بانجرمی تا رو وقت تمام میشه و با گندم کشته. بسیار خوب. حاصل خوبی میده برای شما بانجرمی؟ خدا رو شکر. بله. بازار خوبی هم داره. خدا رو شکر. چی رقم امکانات منطقه، چی رقم از برق و آب اینا؟ برق است، برق شهری او هم دیگه سولید برای شما آب خوب میده. خوب، خدا رو شکر. بسیار خوب. من در مورد همین خانه بعضی از صحبت‌ها شنیده بودم، البته از دوستای دیگه فرصت هم نشد که از اونها معلومات بگم. در مورد این خانه هم معلومات دارن، میگن یک خانه قدیمیه، چند سال قدمت داره؟ تقریبا 80 سال شدم قدمت داشت. 80 سال. از کی هست این خانه؟ از رسایبه. از کی؟ از رسایبه. از رسایبه. فعلا کسی زندگی نمیکنه؟ کسی نمیکنه. ایت معروف هست این خانه؟ خدا. بله. خب جای بسیار خوب. یا دیدنیه جو خون. به دوستایی که داخل شهرن ما را از پشت پرده کامره میبینن چی گفتنی دارین؟ چه وصیتی دارین برای اینا کنید؟ بگم تیاری نبکاره و خوشی نه. سلامت باشین کاکا جان. یک دن سپاس. سلام کاکا جان، وقت شما بخیر. سلام، عرض ادب خدمت برادران که اینجا تشریف آوردن. این جانب عبدالقیوم ولد سلطان احمد، مسکونی قریه قلعه شربت، مسجد جامع قلعه شربت. بسیار خوب. کاکا جان عزیز شما برای ما بگین که ساخت این مسجد جامع چند وقت طول کشید و آیا جز از این مسجد جامع دیگه هم اینجا هست یا نه؟ از تاریخ اصلی بنای مسجد که خوب یاد منیه، از این تاریخ زمانی که نماز جمعه اینجا خونده میشه، مدت 32 سال 33 سال میشه که اینجا نماز جمعه خونده میشه. قبلا مسجد 5 وقت بود، اونجا مسجد خومه بود و ما اینجا خودمون به اینجا درس میخواندیم پیش مولا.
درس نخوندیم. یعنی شما میگین تقریبا 37 38 سال میشه که 32 سال 32 33 سال میشه نماز جمع خوانده میشه. قبلی هم مسجد بوده، پنج وقت ولی خیلی زمان قدیم بوده. یعنی یک تاریخ ازیر اگر ما شما سعی کنیم شاید بالای 50 60 سال قدمت داشت. بیشتر شاید 70 80 سال بشه. 70 80 سال بشه. بعد مسجد جامع دیگه هم هست به این منطقه. کلان ما به نام رژیم عبدالقادر خان بودم و از زمان از اونا بوده. احتمالاً از زمان از 70 80 سال هم میشه که بوده از اون زمان بوده. بسیار خوب. مسجد جامع دیگه هم هست به این منطقه. مسجد جامع مدت 3 سال 4 سال میشه که این مسجد جامع دیگه هم شده. لب سرک پخته. بسیار خوب. مردم زیاد میاین به نماز جمعه، یعنی خود اولی هم خیلی زیاد میایم. خوبه باز میمانایی که از شهر روزای جمعه به میله میایم برادرها، اونم بیشتر علاقه خاصی دارم اینجا که میایم به نماز. پس صفای مسجد پر میشه دیگه. تقریبا پر میشه. بسیار خوب. این منطقه که ما شما حضور داریم منطقه قلعه شربته. این فقط در روزهای تفریح میاین اینجا یا نه کلا مثلا در روزهای رسمی هم میاین؟ در روزهای رسمی هم طبعا میایم مردم به میله. بیشتر باز به زمانی که گرم میشه، روزا گرمه، از شهر اینجا خیلی میایم مردم. بسیار خوب. شهرستان هم هستن اینا؟ شهرستان هم میایم برادرام میایم. از امنیت کرازین الان شکر امنیت خوبه. امنیت هم خوبه دیگه. چه بهتر از اینکه دوستا خارج از کشور برن. ما داریم در خود افغانستان هم جای زیبایی داریم، حتی در نزدیکی خود هرات منطقه بسیار زیبایی به اسم قلعه شربت شما میتونید تشریف برین. شبستان هم اینجا بسکنید، هیچ کدام مشکلی نه الحمدلله. برای همه شما معلومه که امنیت فعلی که در افغانستان است، ما از او امنیت راضییم. خداوند همگی عزت بده کسایی که در رأس این موضوعات هستن. کاکا جان شما به همین مردمی که در شهر هستن چی گفتنی دارین، چی پیشنهادی میکنین؟ دیگه پیشنهاد خاصی نداریم از اینکه اینجا میایم با لطف خوبی خوشی ما از ما راضییم، اونا از ما راضی هم. سلامت. فقط هم یک موضوع دیگه هم خدمت شما میگم. همین کسایی که در روزهای جمعه سمیان یا موتورسیکل دارن یا موتر دارن که زیاد تیز میاین چی گفتگی دارین؟ کوشش کنم که می قوانین ترافیکی رو مراعات کنم، چون حادثات به سرک پخته از زمانی که سرک پخته شده حادثات زیاد شده، خیلی حادثه میشه. یعنی به هفته 200 حادثه دلخراش ما داریم اینجا. همینا قانون ترافیکی بیشتر کوشش کنم مراعات کنم. دیگه مشکل خاصی نداره. بسیار خوب. تشکر از شما کاکا جان، لطف کردین. خداوند شما عزت بده. ان شاءالله که همیشه سربلند و سرافراز باشین. دوستان نهایت عزیز برنامه ما ادامه داره. کماکان فقط یک لطف بکنین طبق که کاکا جان گفتن کم احتیاط کنین در روزهای جمعه. بیاین موقع که میاین احتیاط کنین، قوانین ترافیکی رعایت بفرمایید. ان شاءالله که دیگه هیچ مشکل برای شما نیست. از نگاه امنیت اینم که الحمدلله ما شما راضییم. برنامه ما ادامه داره. تشکر. تا پایان برنامه در کنار ما باشید. دوستان نهایت عزیز سپاسگزارم که تا این دم برنامه در کنار ما بودین. خداوند همگی شما را عزت بده. این بود ویژه برنامه امروزی ما از قلعه شربت. امیدوارم برای شما خوش گذشته باشه. شاد و خرم باشین. برای حمایت کردن کانال ما میتونین شما دکمه سابسکرایب فشار بدین و ویدیو ما رو لایک و شیر کنین. وقت همگی شما بخیر. خداوند یار و مددگار شما باشه.